اثری نو تکرار کن برادر. همین گپ بزن. اثری نو. گپ زن. این چی خصوصیات دارد؟ چی خود یک دقیقه که اوه بیون همش نه این عجب ازاجان ندیدی. شخص مسئول بفرمایید ما چیکار کارو دراز اومده بازم برادر در جای روشنی برود بابا گفتیلم چی است؟ رو به این رو رسیدی. بله اینجوری وایسی. آره ولی دوربین رو نگاه کنین. یکم عقب‌تر. یکم عقب‌تر. آها. برو. که همه باشن. این نوره تو صورت تو باشه. یکم هم بیاین عقب‌تر. آها. آماده این. بفرمایید. آقا بیا گپ زن. تبسم نکرده. آقا شما گپ زن. ببین من یه سوالی میخوام بپرسم. این دوستان از اینجا میرن بیرون یا از اون میرن؟ همینجا. یک طرف به داره. محض اینی که بیان بیرون هر موقع خب بگه الان استانداری میخوام. الان این هم شرکتمون هم الان اینجوری برای بگید. شرکت عکس تو بگیر. خودم استانداری. انا طبیعت بینید خودش. همه کوههای نوحی عینی جای مویان بلندترین قله ها. دوربینشون رو نگاه کنه عکس بگیر. من همونجا 1,000,000 سال پیش پیدا شدگی کوههای سرخش 500,000 سال. حالا اما یه توضیح میکروفونه رو پایان فروندگی. ببین آقا ابوالفتحی یه قدم برید عقب‌تر. یه قدم عقب‌تر. یا قدم دو قبوتر قدم. کی گپ بزنه با کی حرف میزنی؟ نه من همین گپ زنم. همین گپ زن. نه فارسن. نه تو گپ زن. ولی ایشان داره حوزه چی خیلی گپ زدی ما بفهمون 1,000,000 سال گفته. یه ذره شما یه بزرگواری کن پیش آقای ابوالفتحی. پیش بگیر. اینجا برو. صورتت نور بیو. نور باشه. آها. همه باید این نوره تو صورتشون باشه روشن. آماده ای؟ 3 ابجور دوربین لابجور الان بگم 3 2 1 هر جوری راحتی. خب اول از همه میپردازیم به این که علی صدر کی بود و چطور این غار رو کشف کرد. علی صدر در واقع اسم روستا بوده و مردم دهکده علی صدر در طی این سالها از این غار استفاده میکرد. تقریبا میشه گفت در دوران سلجوقیان یا صفویه این غار کلا تا این سطحی که مشاهده میکنید خط مشکی که وجود داره آب بوده و مردم از این غار به عنوان آب انبار یا در قسمتیش هم به عنوان پناهگاه استفاده میکردن. به مرور زمان بر اثر خشکسالی‌هایی که اتفاق میفته و زلزله‌ای که ثبت شده در سال 1336 باعث میشه که برخی از روزنه‌هایی که از طریق اون با آب وارد غار میشده بسته بشه. با بسته شدن این روزنه‌ها به مرور زمان سطح آب غار کم میشه و در سال 1341 خود اهالی روستای علی صدر برای اولین بار اطلاع میدن به استان همدان که همچین غاری در این روستا وجود داره که در همون سال یک گروه کوهنوردی به اسم گروه سینای همدان یک گروه 14 نفره بودن که اولین بار پا میذارن داخل این غار و شروع میکنن به شناسایی کردن مسیرها تا سال 1345. در طی این سالها 11 کیلومتر از این غار شگفت‌انگیز کشف میشه که الان از این 11 کیلومتر فقط 3 کیلومترش قابل بازدیده برای تمامی عموم و 8 کیلومتر هم مسیر داریم که غیر قابل بازدیده. انتهای غار هم کشف نشده و طبق گفته ها میگن که ادامه داره ولی خب به خاطر یه سری سختی ها و کمبود اکسیژن فعلا ادامهش ندادن. قدمت خود غار هم طبق نظریه های کارشناسی که شده تقریبا بین 150 الی 190 میلیون ساله که نزدیک به دوره دوم زمین شناسیه.
دوره دوم یا دوره ژوراسیک. دمای داخل غار در طول فصول سال 16 درجه ثابته، یعنی همین تماس، و دمای آب هم 12 درجه ثابته. آب غار در طول فصول سال بر اثر بارندگی‌هایی که اتفاق میفته و نزولات جوی که داریم میانگین تا نیم متر میتونه افزایش داشته باشه. و اینکه آب غار در حال جریان از طریق سفره‌های زیرزمینی وارد غار میشه. در طول سال هم که خدمت عرض کردیم نوسانش تا نیم متره، و اینکه 70% سفره‌های زیرزمینی تامین میشه و 30% هم بستگی داره به همون نزولات جوی که از سقف چکه میکنه. این غار جزو غارهای تحکیم یافته است و یکی از غارهایی هستش که هیچ گونه حیاتی داخلش وجود نداره. از اول نبوده و الان هم وجود نداره. و اگر سوالی هست میتونید دست شما در سلامت باشید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. راضی